تا حالا دقت کردی؟ هر وقت بیشتر تلاش میکنی کسی رو تحت تأثیر قرار بدی، دقیقاً همون موقع ازت فاصله میگیره، اما بعضیها بدون هیچ تلاشی توجه همه رو جذب میکنن. راز کار کجاست؟ امروز قراره درباره چیزی حرف بزنیم که اکثر مردها هرگز نمیفهمن. بخش اول، مشکل اصلی، نیاز به تاییده. بیشتر ما از بچگی یاد گرفتیم دوست داشتنی بودن یعنی دیگران را راضی کنیم، خودمون رو ثابت کنیم و تایید بگیریم. اما وقتی وارد دنیای روابط میشیم، این رفتار نتیجه برعکس میده. وقتی دنبال تایید هستی، مضطرب به نظر میرسی. بیش از حد تلاش میکنی و ارزش خودت رو پایین نشان میدی. اما جذابیت از جایی شروع میشه که دیگه نیازی به تایید نداری. بخش دوم، ذهنیت جذاب، انتخابگر بودن. بیشتر افراد وارد جمع میشوند و ناخودآگاه فکر میکنند امیدوارم منو دوست داشته باشن. اما افراد جذاب اینطور فکر میکنند. ببینم آیا من این افراد رو دوست دارم یا نه؟ این تفاوت کوچیک انرژی تو رو کاملا تغییر میده. تو دیگه درخواست کننده توجه نیستی، بلکه انتخاب کننده ای. و این احساس به شدت جذابه. بخش سوم، قدرت حضور. اکثر مردم فکر میکنن جذابیت یعنی زیاد حرف زدن، شوخی پشت شوخی، تلاش برای سرگرم کردن دیگران. اما حقیقت اینه جذابیت در حضور است، نه در اجرا. وقتی آرام حرف میزنی، وقتی با دقت گوش میدی و از سکوت نمیترسی، یک حس امنیت و اعتماد منتقل میکنی و انسانها جذب احساسی میشوند که کنار تو تجربه میکنند، نه تعداد جملاتی که گفته ای. بخش چهارم، توجه سالم برابر با وابستگی. بی‌تفاوت بودن جذاب نیست، وسواس داشتن هم جذاب نیست. آنچه جذابه توجه سالمه. یعنی وقتی با او هستی واقعاً حضور داری، گوش میدی، سوال میپرسی، لحظات خوبی میسازی. اما تو زندگی خودت رو داری. تو همیشه در دسترس نیستی و وابسته نیستی و همین تعادل کنجکاوی ایجاد میکنه. بخش پنجم، لذت بردن به جای اجرا کردن. اگه شوخی میکنی فقط برای خنداندن، اگر داستان میگی فقط برای جلب توجه و اگه رفتارت برای گرفتن واکنشه، طرف مقابل این فشار رو حس میکنه. اما وقتی از لحظه لذت میبری، انرژی تو طبیعی میشه. دیگران احساس راحتی میکنند و ارتباط واقعی شکل میگیره. جذابیت واقعی بازی کردن نیست. جذابیت واقعی واقعی بودنه. بخش ششم، قدرت بی‌نیازی. بزرگترین عامل جذابیت چیست؟ اینکه زندگی تو حول یک نفر نمیچرخه. اگر بمونه عالی. اگر بره باز هم زندگی ادامه داره. این نگرش اعتماد به نفس نشان میده ارزش تو را بالا میبره و تو رو کمیاب میکنه. چون چیزی که کمیاب است ارزشمنده. جذاب بودن بدون تلاش یعنی دنبال تایید نباشی. انتخابگر باشی. حضور آرام و مطمئن داشته باشی. توجه سالم بدهی. از لحظه لذت ببری و وابسته نباشی. وقتی این تغییرات درونی اتفاق بیفته، دیگه لازم نیست کسی رو تحت تأثیر قرار بدی. حضور تو خودش تأثیر میگذاره. اگه این ویدیو دیدگاهت رو تغییر داد، لایک کن و سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. و توی کامنت ها بنویس به نظرت جذابیت واقعی ذاتی یا اکتسابی؟ بیایید درباره‌اش حرف بزنیم.